به نظر شما دعا تا چقدر میتونه در توانگری انسان ها موثر باشه؟ یکی از اعتقادات من به اینه که شاید یکی از تلاش‌های پرثمر آدما برای شناخت بیشتر خدا میتونه دعا باشه. دعا یک امر نامأنوس و رازدار و غریبه نیست. دعا میتونه نیرومندترین قدرت کائنات خداوندی محسوب بشه. یقینا خیلی از شما به این باور رسیدید که دعا قدرتی داره که میتونه همه چیز رو عوض بکنه. خانواده‌هایی که به طور دست جمعی دعا میکنن زندگی رو به راتری دارند. به عبارت دیگه میشه گفت دعا میتونه یه عمل معنوی سازنده و خلاق باشه، اما عمیقاً ساده و به سادگی عمیق. الان روش‌های دعا کردن انسان‌ها در حال تغییر و بهبوده. آدم‌ها الان فهمیدن که خدای رحمان موجودی غضبناک نیست که در مرصاد و کمینگاه بشینه تا تلافی خطاهای انسان رو بر سرش در بیاره. خدای عشق مطلقه، حقیقت مطلقه. برای همینه که دعا با چنین خدای خیلی آسان و لذت بخشه. بپذیریم این رو. انسانی که بتونه هر روز درست دعا کنه، یک بار دیگه تکرار میکنم، انسانی که بتونه هر روز درست دعا کنه، یقین بدونید به توانگری عظیمی میرسه. چرا که خودش رو در هر روز هر لحظه با قدرتمندترین نیروی کائنات خداوندی سازگار و هماهنگ میکنه. دعایی که با ایمان فعال همراه باشه انسان رو به توانگری میرسونه. این عالم ما که درش زندگی میکنیم انقدر غنیه که میخواد تمام حاجتهای انسان برآورده بشه. پس اگر چیزی نیاز دارید درنگ نکنین، تأخیر نکنین، دعا کنین. بر این باور باشین که دعا انقدر قدرتمنده که روال امور روزانه زندگی شما رو به حالت دلخواه در بیاره. کار به این نداره که چه مشکلی دارید و از کجا اومده و علتش چی بوده و نه. به نظر شما اغلب آدما چه زمانی دست به دعا میشن؟ وقتی همه راه‌ها رو آزمایش میکنن، به هر دری میزنن، موفق نمیشن، تازه بیادشون میفته برن دعا کنن. اینجور آدما اغلب با ترس و تردید شروع میکنن به دعا کردن. ببین چقدر عوارض بدی داره برای ضمیر ناخودآگاه. ضمیر ناخودآگاه اونا دقیقاً با همین احساسات هماهنگ و سازگار میشه. اگه شما بنا به جهتی شروع به دعا میکنین اما نگرانین که با دعا بهش نرسید یا میترسین از اینکه دعای شما استجاب نشه، مطمئن باشید این دعای شما هیچ نتیجه‌ای براتون به همراه نداره. خیلی از مواردن پیش آمده دعاتون مورد استجابت قرار گرفته، مستجاب شده. یه خورده به گذشته‌تون نگاه بکنید، ببینید تو اون لحظه چه احساس و چه ذهنیتی داشتید. روش اتصال با خدای رحمان به مثابه، مثال بزنم براتون، به مثابه ارتعاش صوت یا صدا به وسیله یه رادیوه. هممون میدونیم صدا رو نمیشه مخابره کرد مگه اینکه اون تبدیل به ارتعاشات خاص بکنیم که گوش انسان بتونه اون رو بشنوه. ضمیر ناخودآگاه ما به مثابه یک واسطه عمل میکنه که دعا و نیایش ما رو میگیره به صورتی که برای مرکز شعور نامحدود جهان هستی یا اینفینیت اینتلیجنس بهش میگن قابل درک باشه تبدیل میکنه. پیام رو بهش میرسونه و از او پاسخی به صورت برنامه راه حل دریافت میکنه و به شما، به ما و همه ماها توسط شهود باطنی که همون نیمکره راست بهتون گفتم الهام میشه. باید ایمان داشته باشی به حضور و قدرت خدای رزاق در هر لحظه از زندگی که خداوند هر لحظه در زندگی ما حضور داره و از منافع ما پشتیبانی میکنه. خودش گفته در قرآن کسانی که به من ایمان میارن من در عرصه زندگی از اونها دفاع میکنم، پشتیبانی میکنم. باید اطمینان داشته باشیم که خدای رزاق همیشه با ماست، همیشه در درون ماست، همیشه در کنار ماست. یا به گفته خودش در قرآن از رگ گردن به ما نزدیکتره. حضور ملکوتی خدای رحمان رو در هنگام دعا باید حس بکنیم. دعای منفی هم داریم. شما در زندگی روزانه‌تون مواردی دارید که باب میل شما نیست، همواره در تلاش برای رها کردن و نپذیرفتن و انکار اونها هستید. این دعا یا همون دعای منفی به کمکتون میاد تا امور روزانه رو اونجوری که هست، یعنی ناخوشاینده، اینو نپذیریم و افکار غلط و مخرب رو از کارگاه ذهنتون ویجین کنین، بریزین دور. بعد از اونه که راه برای امور والاتر و والاتر و والاتر باز میشه. حتی این موارد ناخوشایند میتونه آدمای منفی یا دشمنان روزمره زندگیتون باشه که از زندگیتون برن بیرون. پدیده های منفی که از زندگیتون برن بیرون. این دعا میتونه این پیام برای همه شما داشته باشه که امور زندگیم رو اونجوری که هست الان نمیپذیرم، چرا که خدای رحمان منو دوست داره، پس من والاترین چیزها و برکات خداوندی رو میپذیرم.
انسان‌های توانگر میدونن که به تجربه هایی که والاترین هدیه و برکت زندگیشون نیست چطور نبگن. و باز همین آدم‌های توانگر خوب میدونند در پی اونچه که نمیطلبند اونچه رو که میطلبند بر زبان جاری کنند. هرگز نمیگن این رو نمیخوایم، نه اینو نمیگن، میگن خدایا در عوض چیزی عالی‌تر بهتر رو پذیرا هستم.